چند روزی از شروع اعتراضات در ایران نگذشته بود که خبرگزاری آمریکایی واشنگتن پست یادداشتی مرموز را روی سایت خود قرار داد. خبری که هرچند در ابتدا مورد توجه کاربران قرار نگرفت، اما در ادامه و با فاش شدن ابعاد جدید آن توسط روزنامه انگلیسی کرادل نظرات بسیاری را به خود جلب کرد. جنگ آنلاین آمریکا علیه ایران. اسناد فاش شده در این یادداشت نشان می‌دهد که وزارت دفاع آمریکا 2 ماه پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ جنگ روانی و رسانه‌ای بزرگی را علیه 3 کشور چین، روسیه و ایران طراحی کرده و در حال اجرای آن است. کیت کلارنبرگ، روزنامه‌نگار مشهور انگلیسی در این باره می‌نویسد: با وجود موقعیت دیرینه آمریکا در دشمنی با ایران، تعجب‌آور نیست که بخش قابل توجهی از این عملیات پیچیده معطوف به این کشور باشد. او در مقاله خود فاش می‌کند که آمریکا در این عملیات از تکنیک‌های پیشرفته هوش مصنوعی خود مانند تشکیل ارتش ربات‌ها و ترورها، ایجاد رسانه‌های ساختگی، خلق کارشناسان جعلی با دنبال کننده های بسیار و تشکیل ارکستری مجازی از مخالفان ایران استفاده کرده است. همزمان با این عملیات آنلاین، آمریکا موج ویرانگری از تخریب علیه دولت ایران، آن هم از طریق ایجاد وحشت از گرانی‌ها و شایعه پراکنی درباره مهاجرت نخبگان، قطع برق و کمبود آب شرب سالم آغاز کرده است. در بخش دیگری از این اسناد آمده جنگ روانی ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام ارتباط مستقیمی با اعتراضات زنانه این روزهای ایران دارد. این روزها شاهد تولید و انتشار هزاران پست و محتوای مربوط به زنان در شبکه‌های اجتماعی هستیم. محتواهایی که اغلب آنها پس از ملاقات ویژه مسیح علی نژاد با مایک پومپئو، مدیر سابق سازمان سیای آمریکا و در ازای دریافت مبلغ $628,000 از دولت فدرال این کشور تولید و منتشر شده است. شاید این محتواهای رسانه‌ای آن هم در عصر اخبار جعلی معتبر به نظر نرسند، اما باید پذیرفت که پنتاگون از طریق همین عملیات‌ها و تکنیک‌های پیشرفته روانی ذراتخانه‌ای قوی برای تغییر نظام در ایران تشکیل داده است.